ما یک خطکش و یک ترازوی ژاپنی در دست ماست، خود که کلگی وزن خطکش کرده رایستیم. شما در محافل عروسی که میرین کلگی بجای از اینکه آمده باشه از عروسی لذت ببره، آمده که خود که دیگران مقایسه کنه که طلای من چقدر طلای ازی چقدر. محافل عروسی باید خوشترین محافل باشه. برعکس افغان غمگین ترین است. غمگین ترین ها در درجه اول فامیل داماد عروس، خود داماد عروس در نکاحخانه جنگ کرده، در عروسخانه جنگ کرده رایستن که چوری شد، چوری خبر نکردی، چوری نکردی. و میمانم که مثلا یک خانم که شوهر خود یک پنجنگ زده که از این پیران بخره، از اون پیران بخره، آخرین مدل‌ها را میره که از اون پیران 10 تا مفصل اونجا اول دیگه زارش به کفیدن رسیده که از این چه توی تر است. در میزایی که ما و شما افغانا میشینیم 6 نفر هستیم، پشت یک نفر در 6 غیبت داریم. همین یکی که خیست 5 نفر پشت زیاده شروع. به می خاطر 2 تا تکنیک همیشه میزنن. یا افغانا کوش میکنه آخرین نفر از میز بخیزه که خاطرش راحت باشه که از پیش گپ نزد، یا میره به بانه یک چیزی پس می تلفن اونجا نمونده بود تو که بعد مرد من چی میگفتن. اگه این کارم نتونه صبح باز از دیگه پرسان میگه رفتم پشتم چی میگفت. خلاصه اینه میشده زندگی ما. ای افسوس از خو یک جامعه اینا تو خراب میشه.